Excuse me? Where can we eat buttons? Sambusa? Sambusa. Buttons. شما از کجا دانستید که من سمبوسه فروشم؟ این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است. مایلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیدونم سمبوسه فروش در اینجا. Excuse me, I love you. Yes? No? سمبوسه رو چیکار میکنید؟ قروتوخانه رو نشان دیم. در جایهای ما حاضر قروتو در موده است. قروتو با مزه. فتیر شوربه. این تمام ملی ما است. گوش کن ای دختر. بیا رقم تلفن رو به من ده، من بگاه تو رو زنگ میزنم. به یک جای میبرم که باور کن راحت میکنی. چخیر؟ I don't understand. What? One. Excuse me. نمبر تلفن من دوانده من توی زنگه. نمبر تلفنه. No. Okay. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو. اینها با کجا؟ ای خانم سلین ببخشید همون اسکوی مرا علی تریزه خود نگرفتی؟ کاری دیگر ندارم. با دل خودم گپ دادم اکن. درا سردارم با شما کافی مالش نواردم نوشی جان کنیم اشتوی تام. الو من یوردم چی کمیسر لیوین مرمت با تلفن جواب نده لیوین. من کنعان. کدوم کنان؟ چکل کنعان چارچشمه؟ کنعان دیوانه. کنعان دیوانه؟ خطا کردی. چرا تلفن رو گذاشتی؟ سردارم با آدم دیوانه گپ زدن هیچ معنا نداره. لبای ای چارچشمه تو خودت رو کمه ایستاده که در روی من گوشک رو میگذاری ها؟ آرام باش آقای کنان. کمیسر اونال کمتر پیش اون احمق که تو گوشی رو بر رویم پرتافت. بسیار گپ نزن کنان. چی میخوایی؟ کمیسر الماس رو از دست دادید ها؟ از دست دادم کاری تو چیه دیوانه؟ این الماس رو چقدر از دست دادید کمیسر؟ از دست میدیم نمیدیم کاری تو چی؟ با تو حساب دیم؟ آخر کمیسر من آنها رو به شما دادم که شما آنها رو به بیشرفان دید. ای جناب کنعان ما ممکن الماس رو از دست دادیم اما ما با کلتکل شرطی بسیار مهم کردیم. از او بیشرف ها الماس ها رو دزدیده با ما میآورد. خبرداری؟ کلتکل است؟ ای سرده! سردارم من از شما عذری بسیار میپرسم. دهانم که گرم میشوه از دهانش هرچی برآمدن میگیره. دیگه خدمت قپیدن نمیتونم. بخششی زیاد. کمیسر درست شنیدم او کلتکل است گفت؟ تو این دیوانه را گوش نکن. آخر کمیسر من با گوشهایم شنیدم. کنان برادرم با هر شنیدت باور نکن گفتنی یک مسئله است. مایلش لیکن یک گوش کن من کار دارم مرا مشغول نکن بسیار گپ نزن. تو مرا دیوانه کردن میخوایی ها؟ سردارم مرا ببخشید بخشش زیاد. دف شو که چشمانم تو رو نبیند. خدا جزای تو رو دیاده. تو چی خیلی آدمی؟ تو باز سلین رو خودگاری میکنی؟ حیفی دختره؟ سردارم چیزی که میگوی بگو اما درباره عشق نگو. باز درباره عشق کم میزد است. دف شو اکم شو. باز شیرین کرده است. من قهوه عادی میخواهم. نمک شراب. اوی لوین خوب فکر کن در راه چی کار کردی به خاطر بیار؟ سردارم به خدا قسم میخورم که یگان کار نکردم. من دوست داشته خود با خانم سلین نقشه های چخل آیله دار شدنم رو فکر کرده ایستاده بودم. دیگه هیچ کار کردم. حالا من نقشه آیله دار شویت رو نشان میدیم. الو لبای من یوردم چی کمیسر لیوین هستم. با کمیسر رونال گپ زده میتونم؟ به خدا یگان توصیت دادن نمیتونم. همین خیلی گیزلی است که گپ زدن نمیخوام. کیوه؟ سردارم من حل میکنم. شما راحت باشید آرام شوید اهمیت ندید. برادر کمیسر رونال در اونجا نیست؟ در میجاست همین خیلی گیزلی است که قضیش گپ زدن نمیشوه. دزدای بیناموس الماسا را رسیدن. سردارم در تای گپ مون از همین خاطر سردارم غضبناک است. ای حالا تو با کی گپ زدی همه چیز رو نقل کرده ایستاده ای؟ سردارم من چیکار کردنم را نمیدونم.
بیمار شدم از دهانم هر خیل گپ میبراید. حتی امروز با خانم بیتول گفتم که کلتکیلس اکاش است. چی؟ یه خدا تو را زنن لبن. سردارم سیلات اون رو از کشه گرفتم ما رو برآورده پرونه. اما رو میشنوی؟ میشنوم. برادر با شما 100 بار گفتم که همین سردارم خودت غضبناک است، گپ زدن نمیخواد. از دن من برآمد که الماسا را دوزیدن. باید گپی مرا در هر جا گپ نزنی. گوش کن، اگر همین گپ رو از دهان یگان کس فهمم قسم میخونم که تو رو در یگان جا قپیدن جزایت رو میدیم. مرا فهمیدی؟ سردارم یافتم. فراموش میکنیم، همش رو فراموش میکنیم. فکر کنید که هیچ چیز نشده است، راحت شوید. حتی جنگی که با ینگه حله کرده از خانه برآمد رفتنتون هم فراموش کنید. ای خدا تو را زنن لبن. چیزی که در زندگی هم بود همش رو گفته دادیه. با من ده گوشک را با من ده. الو تو کیستی برادر؟ من کلتکیلس. کلتکیلس؟ کلتکیلس سردارم. تلفن اپتی یک دقیقه مهمش دارم بگم. بسیار تعجب کردم لبن. چی میگویی؟ اما چه درجه جا بگردی؟ انتمت را گیر باز یک نقطه نزنم. چی میخوایی؟ گوش کن کمیسر. گپ را درال نمیکنم. حاضر با تو یک شرط میکنیم. باز چی خیل شرط؟ وقتی که خواهر من با اینجا میآید توشت‌هایم صورت‌هایم هر چیزی که درباره من است یگان تاش رو نشان نمیدی. فهمیدی؟ چیزی که درباره من است نابود می‌سازی. یا خدایا توبه. تو مرا تهدید کردی ای؟ تو خودت رو کی می‌حسابی؟ من تهدید ندارم کمیسر. شرط رو پیشنهاد میکنم. آنها رو نابود ساز. نابود نسازم چی میشود؟ اگر نابود نسازی الماس‌ها رو فراموش میکن. الماس‌ها رو تو دوزیدی ها؟ سردارم الماس‌ها رو همون بیناموس دوزیده است. ضرب کنم تو یک مشتش بزنم. من ندوزیدم اما دزدان رو حتما میابم. اوی بیشرف باز دروغ میگویی؟ کمیسر گوش کن، تو مرا میشناسی. اگر من دزدیده باشم میگویم که دزدیدم. قبول میکن. من با تو احتیاج دارم. تو با من شرطم رو شنیدی؟ همش همین. اوی بیشرف من شخص قانونیم. مانند تو با یک جنایتکار چرا همکاری کنم ها؟ اگر اون الماس ها یافت نشوند تو را از کارت میرانند. تو برای دستگیر کردن من قسم خورده ای. برای وظیفت رو از دست ندادنت و برای مرا دستگیر کردنت تو دیگر چاره نداری. خدا تو را هم الماسات را هم نابود سازد. ولی با قپم گردن تمیش کنم پچک. تمام سردار غم نخور. الو چشمشا گرفتم تمام. حالا یک میزنمت. تو را نگفتم. جوابی ده کمیسر. وقتی بسیار ندارم. خوب میلش قبول میکنم. اما گوش کن. پگاه سحری آن الماس ها باید در دست من شوند. اگر نشوند پس میدانی چی؟ به خواهرت همه اچ رو میفهمانم، حتی شخصا خودم. من راضی. سردارم میگوی که الماس ها را کلتکیلس دزدیده است. نه اون ندزدیده است، اما از شخصانی که الماس ها را از ما را بودند دزدیده به ما میآورد. سردارم نباشد خرسندی کنید. باز با وظیفه‌تون برمیگرده سردارم. چی گفتی سودایی؟ مرا دیوانه نکن. عصب‌هایم ویرانند. حاضر بینما نگاه حادثه میشود. سردارم آروم باشید، غم نخورید. حل شد تمام. او را کلتکیلس میگن. حتما الماس را از دزدان دوزیده به شما برمیگردانند. غم نخورید. کلتکیلس باز با میدان نبرد برمیگردند. سردارم کلتکیلس آدمی کربودکن است. من باوری دارم که در همین وقت‌های وزمی به ما کمک میکنه. حاضر من تو رو میکشم. لوین خس. چی شد سردارم؟ کلتکیلس رو خپیدید؟ من نگفته بودم که یک ساعت پس من رو بیدار کن؟ بله سردارم گفته بود. یا باز خوابت برده بود؟ این خیلی فکر نکنید. من بیدار بودم لیکن فراموش کردم که چشمم را کشویم. پس چرا بیدار نکردی؟ سردارم همین خشنی خواب بودن که دلم نشد که بیدار تان کنه. با ماشین چی شد؟ بنزینش تمام شد؟ نه سردارم من خاموش کردم. تو دیوانه شدی؟ چی دخالت میکنی؟ سردارم بنزین حکومت رو اسراف کردن حرام است. در سردارم چرا خاموش میکنی؟ چهار چشم مرا سردارم نگوی. تمام نمیگم سردارم. پس چی گویم؟ هیچ چیز نگوی. دهانت رو پوش. فهمیدی مرا؟ جواب ده دیوانه. سردارم دهانت رو نکشو گفتید. من چه خیلی بد دهانی پوشیده جواب دیم. عجبا. اید در دهانی پوشیدت گفتن گیرم. رفت از اون چایخانه 2 تا چای گرفته بیار کمتر گرم شویم. با چشم سردار. های کلتکیلس. تو را پاره میکنم.
پاره میکنم. اکا چی شد نمک؟ در کجا بودی ها؟ اکا در محله بودم. با تو خبری ناخوب دارم. چی شد بخیر است؟ داملوزی از او جدا شد. تو چی گفته ایستاده ای؟ با خدا. وای 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 بس از پشت آن زاغیسیان نباشد ها؟ بله داملا آوازه ها را شنیده دیوانه شده انگشترین رو پرتافت. نمیدانم ممکن است همین سبب باشد. من از این جدایی بسیار غمگین شدم. اکا من هم غمگین شوم. البته غمگین شو، البته داملا زیا بسیار شخصی عزیز و پر ارزش است. غمگین شو. بین حتی نمک غمگین شده است. همه خیل نه برزگاه. بسیار غمگین شدم اکا. دلم سوخت. لعنتی چی خیلی که من میدانم داملازیا با تو معقول نیست. چی شد؟ بسرت گلدان افتید؟ آخرین خیلی نگو اکا. تو خودت نگفته بودی که ما از طرفی مرد هستیم، طرفی تو، طرفی ماست. بگذار ما هم غمگین شویم. آفرین نمک. اکا خوب باش ما اونها رو آشتی کنیم ها؟ های نمک تو چی اینقدر نرم دل شده؟ آفرین با تو. با خدا قندت ازن. اینشو نگاه کن. تو با این برزگاه چی کار کردی ها؟ اکا با خدا با من یگان رو بیته ندارد. خیلی خوب بگذار همه کل خوب شده رود. او را به حال خودش گذار. اکا با این گپ زدن فایده ندارد. چی با این گپ زنی چی به دیوار مثل تایلاق هست. بس هستن؟ اکا شما اینها رو از افراد فرمایش میدید یک تاش میاد یک تا دیگرش میره. چی گپ هستن؟ اکا اجازه ده او را یک لطو کوب کنم. دماتون را گیرده کارو باراتون مانندی موشو گربه مبارزه بردن است. میمونید کمتر با عقل شوید. داملا زیاد دیل و جگری ماست. غمگین شدنش رو نمیخواهیم. رفتن این مسئله رو حل کردن ما لازم است. چه خیلی که نباشد ما از طرف مرد هستیم، اما اول به خانم سرین توفه گرفتم را میبرم. خیر میرم. شوکت بوی انا باز کنو سر شد. شوکت یک دقیقه بس مردک. چی شد؟ باز چی شده؟ کمیسر اونال گفت که یک خبر تجلی رو به شوکت برسون تا او با کلتکلس بگوید. برادر تو عقلت رو خوردی ها؟ اون مرد میمونه در قبر آرام خواب کنده؟ کودک بازی نکی شوکت. دروغ میگوی. هر دمان میدونیم که کلتکلس نموده. کجا برم؟ ها بگو کنه بگو. با او بگو که در حقیقت خواهرش رو یافتیم. اگر کلتکلس فهمیدن خواهد که خواهرش کیست، مایده به شعبه پلیس رفته تسلیم شود، چون که حجت در دست سردار اونال است. در آنجا درباره خواهرش تمامی معلومات است. حجت در کشکشک سردار اونال است. در کدام کشک؟ در کشکشک طرفی راست. برین بگیرینش. حالا در سرم دو سوال دارم. یکمش به شما چرا باور کنم؟ دویمش وقتی تسلیم شدنم حجت های خواهرم را چه خیل باور کنم که در آنجا هست؟ یعنی از زبان کلتکلس گپ زدم. تو خودت به عقل میفهمی. با او گوی که با ما باور کنم، وگرنه دیگر یگان راه ندارد. فربشیده بچه؟ درباره خواهرش چه معلوماتی باشد در آن حجت هست. چهارچشمه همین خیل گفت. جای حجت را هم گفت؟ البته در سطولی شکفک اکه اونال در تگی مثلا میدونی شکف به تاجیکی چی میشه؟ برادر ایستو با کجا میروی؟ تسلیم نشوی بو. ما در اینجا چی کار میکنیم به تو؟ چی خیل تسلیم ها؟ اونال خودش را با عقل فکر میکند، اما با کلتکلس شوخی کردنش را با اون نشان میدهم. با خدا یک پیشوازگیری کلان هیچ در کار نیست شوکت. نقشه عادتی کلاس همین است. باجت دیوانه میکنیم ها؟ میکنیم برادر. چه نقشه داری؟ شوکت یک بازیگری کسبی شاهمو در این گناه حالات چی کار میکند؟ چی کار میکند؟ در تلویزیون دیدم که شخمت بازی میکنند. چی کار میکند برادر؟ سردارم زهری تنه چه بخوردگی لوی سردارم شوخیت کردم. آش شود. تو در اینجا چی میکنی؟ مهمان آمده است، پس نزنید. با این یگان جای دید شیند. بیا دوستان بیا.
خوش آمدید. تشکر زیاد. خوش آمدی. همی زنه کم خمی ترسم که اشتیای تو خانم سلیج خیل هستی نمک؟ یگان کس از تو کمک خواست؟ قلنفور؟ با فکرم اب خودت گرمه پفوش کنم به عقل ولی به عقل نشون نمیتون ولی بیست Wait, can I ask something? Excuse me. Where can we eat bullets? سامبوسا؟ سامبوسا. شما از کجا دانستید که من سامبوسا فروشم؟ این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است. مایلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیدونم سامبوسا فروش در اینجا. Excuse me. I love you. Yes. No. سامبوسا رو چیکار میکنید؟ قروتو خونه رو نشان دیم. در جایهای ما حاضر قروتو در موده است. قروتو با مزه. فطیر شوربه. این تمام ملی ما است. گوش کن ای دختر. بیا رقم تلفن رو با من ده، من بگاه تو رو زنگ میزنم. به یک جای میبرم که باور کن راحت میکنی. خیر. I don't understand. What? One. Excuse me. نمبر تلفن من توی زنگه. نمبر تلفنه. No. Okay. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو